همه چی با رضای خداوند میشه. خدا نه که خداوند اوج دادگی است. همین شما با حیات داد کو 24 ساعت وقت داد کو، سلامتی داد کو، شما با لیاقت فکرانه داد کو، چشم بینا داد کو، شما به خداوند اوج داد. همین حاضر من صحبت من شما گوش کرده است دیگه باشد کو اوج خدا داد. چه باید که همون وقت ممکن همین بچه‌ای که از صحبت من شما گوش کردن است کو همین یگون وقت دعا کردگی خدا با نیت کرده که پروردگار من به یک راه نجاتم نشونته برای همون یک چیز سبب شده همین حاضر من شما گوش کردن یگون وقت خداوند نمیاد که خونتون با گوشتون با گپ زند فرشته نمیاد که گوشتون بگوید که خیر این کارا کن وای کارا کن فهمیدین همین صحبت ما گوش کردگی با سبب کتاب با سبب من شما با سبب یک کس خداوند میگوید پروردگار همین خیل آدم به میرسوند انکونه که انسان خودش باید که حرکت کردنش در کار که همون رزق خدا دادگی جمع کرده گیرد من نگاه کنیم من حاضر شنم خدا نتیاد ای خدا تیاد میشد گفته همین پمیدور نشنونم پمیدور حاصل میتیاد نه من به شب روز مهنت میکنم بعد خداوند برکش میتیاد نگاه کنید قسم خدمت انسان قسم خدمت پروردگار این پروردگار دو تقسیم کردگی نگاه کنید من زمین با مهنت کردن خدمتش حلال کردن این تکنولوژیش دونستن تخم نغز جدا کردن این نگاه کنید این حس قسم دهقان نگاه کنید نه که دهقان یک من همین دونی پمیدور میشند کو نگاه کنید یک پمیدور دو پمیدور کردن دهقان نمیتاد انا اینش دست خداوند همه به میتیاد این گپ دروغ است که خداوند وای به دو دست بنی کسی که مهنت کنه میتیاد چی با سوره پروک است قرآن با پروک پیغمبران انا ما سوره خونه میبینید نگاه کنید من وایش روسیش بسیار میخونم میگم تفسیرش یوسف از چقره چاه گرفته ما правители وای کردیم یگیپت کردیم همین خیل میکنیم هر شخصی که ما با از صدق دل باور کرده خدمت کند دقت کنید Ноя, пайгамбар Ноя, мы сделали, мы оправдали пророк Ноя перед его кавмом, спасли всего потомкам. Мы так и сделаем с каждым, кто верно служит нам. Моисея, همش به گفتگی دیا همه پیغمبران اونجا گفتگی های با هر یک چیز گفته حقش گفتگی که هر کسی که ما با حلال خدمت کند ما همون با همین کارا میکنیم همین سوره که من خوندم چندین بار فهمیدم که هر یک انسان با شانس های همه انسان باشن بسیار پیغمبرها از تولدشون پیغمبر نبودن بعد پیغمبر شدن اگر دقت کرده خونی میفهمی برای همون هر یک شما شانس دارید هموطنان عزیز یگون وقت خودتون فریب نکنید ای پول باشد مثال فکرانه کمبغلی چیه میگن اگر که من قرض نمیافتادم اگر که مثال نالوگ زیاد نمیبود با وقتتر اگر سر میکردم اگر که من سرفرزند نمیشدم اگر که من معلومات عالی میداشتم اگر که ما شرایطم بهتر میبود اگر که من با یک کس خاص بیاد تو سیستم پول که من کار کنم اگر که یک کس یک بار دستگیری کنه کارم پیش میره همین فکرای کمبغلی های این چیزا شما مشای میکنن این چیزها شما یگون بار پیش رفتن تقدیر اون دیگه کردن نمیتاد فقط از خدا با دعا کنید و مهنت کنید و که من باید که این کارا کنم من باید که این کارا بسرش شوم با یاردم خداوند من باید که این کارا کنم شما انتخاب کنید قرار کنید که من همین کارا میکنم گفته با خداوند برکش میتید